بابای حاجی میرزا، مردها زنی روس میگیرند و بعد چند جدا میشوند، این چی معنی دارد؟ البته برادرای عزیز و گرامی، گرفتن زنی روسی که اهل کتاب باشد برای مرد مسلمان جایز و درست است، لیکن من از وقتش میگفتم که شما حرکت کن، از همین ملت خودمان بگیریم، از اون ملت ها زن نگیریم، زیرا که ما با اونها موافق نیستیم. ما مثال او زنداری را که ما از پدرها و اولادها و شریعتمان آموختگیم، با او زنها مقصد ما او زنداری را کردن نمیتونیم. برای همین من بسیاری زندارها تونه دیدم که در روسیه در کدام احوال اونها فقط نام اونها زنه، فقط در نکاح تای دیگر تمام. برای همین بهتر شمینه برادر است که خطا اینقدر پستی بدم نکن، خطا اینقدر در بین یار و رفیقات و شریعت به قدر و مثال نامناسب نکن، ولی بسیار آرزو و حواس زنگیری داری، بیا از ملت خودت زن بگیر. انشاءالله ملت ما الحمدلله رب العالمین که بهترین زنها هستند و با اینها انشاءالله زندگی تو خوب میشود و یادگار شما میفهمید.